دقیقه بود فقط صدا خوردنشون رو بگیرم. تو هم میزد؟ عقلشون نمیده دو میمونم بریزم من آباشی دو میمونم نکن زدن میگه فهمونگی شده بلی شده نوستون کرده غربت اذیتشون یادتون شبانه چقدر سرسرم میکرد این بود رو مادر الان میگه وقتا اون خوش اصلا مرزش شد دیگه پشتر میادن این پشت صاف پشت کج بود اصلا 3 شدی دیگه نمیخوری؟ خیلی شما حالا این چی خوش میدن رو چند شبی هیدر سخته زوری با بدبختی گرفتمش مگه وای میستاد این قبل اون قبل دنباله این جوجه میکرد دنباله اون مرغه میکرد مرغه که میپرید بالا یه الان مرغه شنا کردنش این اونجا اون آبیه فکر اون آبه این آب پشت سرته بیان برو برو. خدافظ خدافظ بریم خدافظ.
بذاری نبینتت بیاد. خورشان نهارشو بخور یا آقای به چیش بوسیدن مسواکم زدی نه دندون زیاد من میخوام بدو یه ذره. سوال میکنه اینجا خب برو برگرد کلتو میکنم. الان میخوام اکبر جوجه بزنیم. یه ذره یه غذا بخور بگیرم. من میخوام بریم دیگه تموم کنیم کارو. برو فردا من پرت کنیم بریم. برو غذا بخور. خیال بعد می تو آغوش طبیعت برمیگردی به همون جنگلی که بودی، همون که قلبت رو هندستان میدی کردم. یه بار تو سیج شد، بعد هنوز خیلی موندی که بفهمی آدم ها چندین رنگ دارن. حتی سوارش ماشین میمونن، من تو که سره. چند روز مهمون من بودی که الان پیچه روزی تهران، این با چیپا انجام دادن بیرون. خواستنی نیست، باید یه گاهی دهن بابای هم بکنی بردی. از بگم بالاخره هرچی باشه تو کاشمیه بابای من مراقبت شدی، غذا دیدیم بیاد، شام و نهار دادیم بیاد. بابا هم مریض حال امروزه حالش بدتر شد. ای با چرا؟ خبر درس شده اصلا. الان تو زنگایی داشتم کاشمیش میگردم. بدن سرم شده غذا نمیتونم. اون دیگه حالا دیگه چیکار میکرد انجام میداد نوکش کار کنم. این گهنش میداد در سرخ شدش. این از زیرم میاد آدم گردنش درازه. خودشون میشورن نه؟ تمیز میکنه خودشون. این کلهشون میمونه برم ناکشون میمونه. لوپش هم تمیز میکنن. این
بدبختیش به بدبخت من یه روز زنگی گرفتم من نجوریش ایشون کنن این بر اون بر از گرمچه به سرچین آها آره. ولی زمانی که میخوام برگردن به همون جای قبلی برمیگردن چون مطمئن ببرن ایوه. ولی موقع خروس اگه شهر میگرد یه شهر دیگه قشنگ زندگی میکنه این همش درس آره. که چی؟ راحت خود رو بخ بدی با زندگی این کوچه نشون یه کوچه دیگه این شهر نشون یه شهر دیگه این کار نشون یه کار دیگه ولی آیا اون زمانی که دیگه از کار کردن خسته میشه از زندگی کردن خسته میشه دیگه هیچی اصلا نداره اون بعد از اونش تصادف کنم شب این غذا خوردنش رو مادر خب این موجودی که میبینی پدر سوخته روزگاره یا دست رو نه اومد پدر سوخته تا اینجا ندیدی رید رید؟ نه پرش بود بچه خوابیده درش صحبت بکنیم های چهار تا اسنپ خیلی اسنپه تو بودی هفته پیش اینجا بودی؟ نه. اونو ببین حالا خلاص شد معرفی صحنه قشنگیه. نه باید بیایی که الان ما بودم اینجوری که بری پس رفیقات اون تو خونه بود که میومدی برگرد خیلی از سوخته نه به اون که دندون قروچه میکردی برا ما نه به این که الان ویلکن ما هم نیست مگه بهونه نمیگرفتی بیا دیگه آوردم دیگه برو اومد دیگه الان کجا میای؟ من آوردم به این پس رفیقات ای بابا پدر سوخته پدر سوخته من آوردم بری پس رفیقات صفا کنی حالا خوب شده دیگه الان نه آوردم که تو دنبال من بیای که بدبختی رفیقات بگیم آوردن پس رفیقات بشی گوش کنه من
نکن برو کنار کنار اونوری از اون ور آب اون وره نکن این بلشه به این سمت رفت وای دلم وای دلم یواش نکن آب اینجا هم چقدر کم شده خیلی آب رفته عقب آب نیستیه تو آب برو وقتی چجوری شنا میکنه رفیقا بوده میکنه تازه مثلا خواهرم هم خونه بود می‌خوردم به خواهرم با بچه بود اون سری که دارم من با موتور می‌زدم او انقدر اصلا همینجوری محلی های اونجا میان میگن آقا 2 روزه اینا غذا نخوردن دنبالش کنم شاید رفت تو آب برو میخوام بره تو آب داره دنبال داوود میگرده داوود رفت برو تو آب برو تو آب برو نمیدونم زدنش با سنگ فکر کنم پون پاش اصلا درد میکرد پاش داغون شد برو تو آب بغلش نمیتونی بگیریش اگه وایسته میگیرم وایسته نه یا داوود نه یا داوود نه یا اگه بشه بره تو آب اومدی پشت من پناه گرفت ولی یه کاری کن اگه شما حالا نمیتونی هرچی واسه شب پسرم بیاره حالا شام خورده تازه هندونه‌ش هم خورده اومده میگم این سیرش کردی بچه کارا نمیره که آب اونجا دون اونجا کجا بهتر از اونجا واقعا این وقتا اومده بودم بیرون من این شعبودن مرغا بیارم آره من اصلا یه مدت میادم نمیره تصمیم برش همون دیگه خیلی آوردیمش پلو داوود تو هم برو تو آب بینم رفیقاش هم اینجا نمیره دودو ببین اون رو ببین که دودیه نگاه کن این ابر نی دوده آتیش گرفته سرویس کم بشم من که 115 شدم حالا سرویس کم بشم اینه سوخته بغلش کن آروم ببر آروم بیارش وایشه آخه مشکل من این همه سرتریش کردیم حالت خوب شه که بیاریم برسونیم طبیعت حالا ما این طبیعت ما رو حالش بذارش پلونت میره تو ها بلد آروم بیارش پایین منم اینجا نیو دیگه جنده عقب نیو این بر آبایی کرده این چه حالی میده آب نکگری نکن بر جهر میده این همه کجا میری؟ هندونه میخواد نشب میاد بدیم پشت من پناه میده وایسه کبی در میاد خیلی مالتون گرفتی؟ نه ولی
یه همین ازش تو ماشین میاد دست همه گاز میده که سرده خروسی که اینقدر خروس دنبال خروسه میگه گوش میگیره تاش گوش میگیره حالا بمونه الان دوباره یه چیزی که داره میسان کنه میره اینجوری که این خوشت پاک میکنه نه الان میره دیگه. برو حداقل یه آبی به تن بزن، ما اینجاییم. برو شنا کن. اومدی استخ دیگه. برو بار نظارت دارم برو چه گوش میده. یه خودتی برو تو آب. خودش اومد بیرون. دنبالش کنیم بیرون. از اینجا اومده. چی؟ کار نداره. ببین میاد پیش تو وای میسته. بیا میخوای بیا میخوای بری بیا اینو که آب میشه منم اش میفهمی که میخوام ببرم چه خدا بود برای بذارش تو آب بریم. تو خدا یه جوری بذارش تو آب بریم. از اون در نرو که اون با توه. اون الان بیا من نرو جلو خیلی. بازم اومد بیرون هر کاشیمون میاد برو من میخوام برم منزل شما اینجاست منزل منم اینجا یه ذره اینه حیوونا بودن. آره دیگه نجاتش داده دیگه، داشت میمرد. الان تا خونم بهتر شد. رفت اون بر. یه لحظه ولش کن، من دارم ازش فیلم میگیرم. ولش کن. غرق نمیشد. با سنگ 4 تا ابله زده بودنش،
بچه ها میان سنگ پرت میکنن. سنگ پرت کردن زده بودن بهش، حیوان اذیت شده. اونا دیگه کار بدیه دیگه، نباید بکنی. نه ولش کن ولش کن ولش کن. Ben bugün bu buramı kenara